دوستان درود. قسمت دوم از سخنان طلایی با موضوع آزادی رو تقدیم شما می‌کنیم. مرور و به خاطر سپردن این جمله ها علاوه بر حس خوبی که در ما ایجاد می‌کنه، میتونه در یادگیری زبان انگلیسی هم به ما کمک کنه. اولین جمله رو با هم ببینیم. Conformity is the jailer of freedom and the enemy of growth. ترجمه: همشکلی یا همرنگ جماعت شدن زندانبان آزادی و دشمن رشد است. اولین کلمه conformity یعنی همشکل شدن یا همشکلی. jailer از جیل میاد به معنی زندان و jailer میشه زندانبان و growth هم به معنی رشد هست. یک بار دیگه جمله رو میخونم. Conformity is the jailer of freedom and the enemy of growth. جمله دوم. When we lose the right to be different, we lose the privilege to be free. وقتی حق متفاوت بودن را از دست می دهیم، امتیاز آزاد بودن را از دست می دهیم. خب جمله با when شروع شده، یعنی وقتی که lose از دست دادن، right یعنی حق و the right to be different یعنی حق متفاوت بودن. When we lose the right to be different، وقتی که ما حق متفاوت بودن را از دست می دهیم، we lose the privilege یعنی امتیاز. چه امتیازی؟ The privilege to be free، امتیاز آزاد بودن رو. جمله سوم رو با هم ببینیم. Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes. آزادی اگر شامل آزادی اشتباه کردن نباشد، ارزش داشتن ندارد. کلمه مهم توی این جمله worth هست. worth قبلش فعل to be به کار رفته، البته اینجا به صورت منفی not داره و بعدش هم یک فعل ing دار داریم. is not worth having یعنی ارزش داشتن ندارد. Freedom is not worth having، آزادی ارزش نداره که داشته باشیمش if اگر it does not include یعنی شامل شدن، اگر شامل نباشد. شامل چی نباشه؟ The freedom to make mistakes، آزادی اشتباه کردن. این هم جمله مشهوری از مهاتما گاندی هست. جمله شماره 4. Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. کسانی که آزادی اساسی خود را برای خرید اندکی امنیت موقت رها می‌کنند، نه لیاقت آزادی را دارند و نه امنیت. جمله با those شروع شده، یعنی کسانی یا آنهایی. Those who، کسانی که would give up یعنی رها کردن یا دست از چیزی برداشتن. Essential یعنی اساسی، پایه‌ای، اصلی. پس those who would give up essential liberty، کسانی که رها میکنن یا ترک میکنن آزادی اساسی خودشون رو to purchase که بخرن. purchase به معنی buy یعنی خریدن. چی بخرن؟ a little temporary safety یعنی کمی امنیت موقتی رو. temporary موقتی. خب این افراد deserve neither liberty nor safety. deserve یعنی لایق چیزی بودن. neither nor هم توی ویدیوی قبلی صحبت کردیم، یعنی نه این نه اون. پس میگه deserve neither liberty nor safety یعنی لیاقت نه آزادی رو دارن نه امنیت. جمله بعدی. If you want total security, go to prison.
There, you're fed, clothed, given medical care, and so on. The only thing lacking is freedom. اگر امنیت کامل می‌خواهید، به زندان بروید. در آنجا غذا، لباس، مراقبت‌های پزشکی و غیره به شما ارائه می‌شود. تنها چیزی که کم است، آزادی است. خب جمله شرطی با if یعنی اگر. If you want، اگر می‌خواید، total security یعنی امنیت کامل رو، امنیت مطلق رو. Go to prison، برید به زندان. Prison کلمه هم معنیش گفتیم jail هست. There یعنی اونجا توی زندان you're fed. fed قسمت سوم feed هست به معنی غذا دادن و اینجا به صورت مجهول به کار رفته. you're fed یعنی به شما غذا داده می شود. you're clothed یعنی به شما لباس داده می شود یا به شما لباس پوشانده می شود. ادامه you're given medical care یعنی به شما مراقبت های پزشکی داده می شود. given قسمت سوم give. and so on و غیره. The only thing lacking یعنی تنها چیزی که کمه is freedom آزادی است. جمله ششم Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. خود را از بردگی ذهنی رها کنید. هیچ کس جز خودمان نمیتواند ذهن ما را آزاد کند. Emancipate میتونیم بگیم هم معنی free هست یعنی آزاد کردن. Emancipate yourselves یعنی خودتون رو آزاد کنید. From mental slavery از بردگی ذهنی. خب اینجا رو ببینید none but ourselves یعنی هیچ کس جز خودمان. اینجا but رو معنی میکنیم جز یا بجز. هیچ کس جز خودمان can free our minds نمیتونه آزاد کنه ذهن ما رو. ببینید اینجا free و emancipate دو تا کلمه هم معنی توی این جمله به کار رفته. can رو هم معنی کردیم نمیتواند یعنی به صورت منفی معنیش کردیم به خاطر اثری که این نان روی جمله میذاره. نان جمله رو منفی کرده. جمله هفتم میگه The individual freedom cannot exist without economic security and independence. People who are hungry and out of a job are the stuff of which dictatorships are made. ترجمه جالبی داره. آزادی فردی واقعی بدون امنیت و استقلال اقتصادی نمیتواند وجود داشته باشد. افرادی که گرسنه و بیکار هستند موادی هستند که دیکتاتوری ها از آنها ساخته می شوند. خب true یعنی واقعی، individual فردی، freedom آزادی. True individual freedom یعنی آزادی فردی واقعی cannot exist نمیتونه وجود داشته باشه without economic security یعنی بدون امنیت اقتصادی and independence و استقلال. People who are hungry and out of a job یعنی مردمی که hungry یعنی گرسنه هستند و out of a job یعنی بیکار بدون شغل. are the stuff یعنی موادی هستند stuff یعنی مواد یا ماده of which که از آن یعنی که از اون ماده dictatorships are made دیکتاتوری ها ساخته می شوند. این هم یک جمله مجهوله are made. بریم شماره 8. To be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others. آزاد بودن فقط دور انداختن زنجیرهای خود نیست، بلکه زندگی کردن به گونه‌ای است که
به آزادی دیگران هم احترام گذاشته شود و آن را ارتقا دهد. اینجا جمله ما با یک مصدر با تو شروع شده. To be free یعنی آزاد بودن. پس این to be free اینجا فاعل جمله است، subject. To be free is not merely to cast off one's chains. chains یعنی زنجیرها. cast off یعنی دور انداختن. و cast off one's chains یعنی دور انداختن زنجیرهای خود. merely یعنی فقط، صرفاً. پس میگه to be free is not merely to cast off one's chains. آزاد بودن فقط این نیست که زنجیرهای خود را دور بیندازیم. But بلکه to live in a way that یعنی زندگی کردن به روشی است که respects احترام میگذارد یا احترام گذاشته می شود and enhances یعنی ارتقا می دهد the freedom of others آزادی دیگران را. بریم جمله نهم. Order without liberty and liberty without order are equally destructive. نظم بدون آزادی و آزادی بدون نظم به یک اندازه مخرب هستند. Order یعنی نظم. Order without liberty یعنی نظم بدون آزادی. And liberty without order و آزادی بدون نظم are equally destructive. Equally یعنی به اندازه مساوی یا به یک اندازه. و destructive یعنی مخرب، ویران کننده. جمله دهم. Liberty lies in the hearts of men and women. When it dies there, no constitution, no law, no court can save it. آزادی در قلب مردان و زنان جای دارد. وقتی در آنجا بمیرد، هیچ قانون اساسی، هیچ قانونی، هیچ دادگاهی نمیتواند آن را نجات دهد. خب liberty lies in the hearts of men and women. خب lie یعنی قرار داشتن در جایی، قرار گرفتن. lies in the hearts of یعنی قرار دارد در قلب‌ها یا دل‌های مردان و زنان. When it dies there وقتی که آن it همین اشاره داره به liberty وقتی که آن میمیرد یا بمیرد there یعنی در آنجا یعنی توی دل‌های مردم no constitution هیچ قانون اساسی no law هیچ قانونی no court هیچ دادگاهی can save it نمیتونه اون رو نجات بده. can رو اینجا معنی کردیم نمیتواند. چرا؟ این هم اثر کلمه no هست که 3 تا no اینجا اومده و جمله رو منفی کرده. شماره 11. He who has overcome his fears will truly be free. کسی که بر ترس‌های خود غلبه کرده باشد واقعاً آزاد خواهد بود. He who has overcome یعنی کسی که غلبه کرده است. has overcome اینجا یک شکل حال کامل یا ماضی نقلی داریم. has به اضافه قسمت سوم فعل. overcome یعنی غلبه کردن. He who has overcome یعنی اون کسی که غلبه کرده است یا غلبه کرده باشد به چی؟ His fears به ترس‌هایش. Will truly be free. Truly یعنی واقعاً آزاد خواهد بود. این هم جمله معروفی از ارسطو هست. Aristotle. شماره 12 و آخرین جمله. We will not waver. We will not tire. We will not falter and we will not fail. Peace and freedom will prevail. ما تردید نخواهیم کرد. ما خسته نخواهیم شد.
ما تزلزل نخواهیم یافت و ما شکست نخواهیم خورد. صلح و آزادی پیروز خواهند شد. We will not waver. Waver به معنی تردید کردن یا شک به دل خود راه دادن هست. We will not tire. ما خسته نخواهیم شد. Tire اینجا یک فعله. We will not falter. Falter به معنی تزلزل پیدا کردن، مردد شدن. And we will not fail. و fail هم به معنی شکست خوردن. We will not fail. ما شکست نخواهیم خورد. Peace and freedom will prevail. Peace یعنی صلح و prevail یعنی پیروز شدن، غلبه کردن. صلح و آزادی پیروز خواهند شد یا چیره خواهند شد. دوستان خوبم، خیلی خوشحال میشیم از نظرات مفید شما در مورد این جمله ها با خبر بشیم. تا ویدیوی بعدی، بدرود.